تا امروز الله برای ملت تاجیک رهبری صادق و رهبری خیانت نکننده عنایت نکرده است. در طول تاریخ اخیر سومونی اومد نویرش خیانت کرده این ملت. نویرش سومونی در اخیرش اومد به دین این ملت، به فرهنگ این ملت خاص خیانت کنند. تا امروز هم که آمده هستیم خداوند چی برای ما رهبر عنایت نفرموده است که اون رهبر بتونه برای ملتش یعنی که جان فدایی کنه. استاد عطاش دیدیم گریخ پر رفت، اولوساجاش هم دیده اونا معاون رئیس جمهور خوب گریخ پر رفت. همین یک تاجیکای اصیله که واقعا همونها تاجیکن و اونها ننگ ناموس وجدانشون نمیتونن فروخته، همین بچه‌ک مونده. دیگراش هم مش خود فروختن، دیگراش هم مش تسلیم شدن. ولی خداوند واقعا برای ما رهبران عنایت نفرموده است که اونها یعنی که بتونن که از ملت خودشون، از دین و ناموس وطن خودشون حمایت کنن. همش فروخته شده، همش اجیر. یک مشت یعنی که اوباش و اراضی میاد در سر تاجیک، فقط خداوند همینا را در سر ما رهبر رئیس. نمیدونیم به سر ما چی اشتباه رفته است. گفتی استاد لایق یا اشتباه شده است با تاجیک تولد شدنم، یا همیستون میگم آخه الله من تاجیک کرده. خیلی میدونم ملت انتخاب نمیکنن، پدر و مادر انتخاب نمیکنن، وطن انتخاب نمیکنن. یک آخه خدا من تاجیک آفریده، آخه برای چی قدر خار و ذلیلم آفریده؟ ای الله، بزرگترین خدمت به این دینمون انجام دادیم. این قدر عالم، این قدر صاحب دیوان، این قدر متفکر، این قدر گذشته نیک در تمام دولت‌های چی خلافت عثمانیش باشه، چی دولت سلجوقیش باشه، چی دولت عباسیش باشه، چی دولت امویش باشه. خب از اموی بود نبود کم، ولی مهم که ساختن بیمارستان و ساختن اینا همش از علمای تاجیک بوده و علمی مردم تاجیک، یعنی که اینها خوب سایقل یافتن. ولی تا امروز هیچ رهبری صادق خداوند به این ملت عنایت نفرموده است که به این وطن و به این ملت و مردم کاملا جانبدار او باشند. این قدر رهزن میآید بر سر ما میخواهد که خودش پیشوا بسازه و رهبر کنه و پیشوای معظم کنه. یعنی نمیدونم من که این چی خطا رفته است، این چی گناه کرده است این ملت که برای ما این قدر خداوند یعنی بدبختی را عنایت فرموده است که یگان رهبر برای ما عنایت نمیکنه که اون در فکر این ملت، در فکر این وطن باشد. تاجیکش در افغانستان کشته می شود. بزرگترین قهرمان این ملت احمد شاه مسعود روز 9 سپتامبر به شهادت رسید. ولی در تاجیکستان فردا رقص است، فردا بازی است. طالبی که از اسلام دم میزد، بزرگترین باز هم تاجیکان سلفی بودند، چیزی بودند نبودند، خب علمای این دین بودند در افغانستان. حالا متوکل با بچش عبدالظاهر داعی تاجیک دیگر